داد و گرفت مال میان تاجیکستان و ازبکستان دو برابر افزایش یافته است. مقامات تاجیک میگویند در سال روان تاجیکستان به ازبکستان اساساً سمنت صادر کرده و از آنجا نیروهای مینرلی آورده است، اما کارشناسان میگویند در شرایط امروز تاجیکستان بیشتر از همه به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد، چون با آوردن آن سوزش وارد در داخل کشور ارزان خواهد شد. شریف سعید رهبر پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان روز 12 ایول ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت آمار مشخص تجارت دو کشور را فعلا گفتن نمیتواند، اما دقیق است که گردش مال میان دو کشور بیشتر از 2 مرتبه زیاد شده است. رهبر پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان گفت از ازبکستان ما صادرات کردیم، سمنت زبط کردیم، بعضی محصولات خوراکی قشلاق روان کرده ایستاده. از ازبکستان با ما داروهای مینرالی آمد، یک قسم غله آمد، دیگر نمودی مالهای نیازی مردم، تجهیزات، تکنولوژی. اما بنابر آمار فوری خدمات گمرکی تاجیکستان در دوره ماه‌های ینور می سال روان، تاجیکستان به ازبکستان به قدر 20 میلیون 617 هزار دلار مال صادر کرده، به مقدار 25 میلیون 681 هزار دلار مال وارد کرده است. در مجموع گردش مال میان دو کشور در این دوره کمی بیش از 46 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته 2 مرتبه بیشتر است. از زیاد شدن واردات محصولات ازبکستان به خصوص نوری‌های مینرلی اساساً دهقانان خوشحال می‌شوند. آنها میگویند محصولات این کشور صفت خوب دارد ولی آن مستقیما از ازبکستان وارد نمی شود. قادرشاه صالحوف کشاورز از ولایت سوغد میگوید که در منطقه نزد مرزی با ازبکستان زمین خواجگی دارد و نوری‌های مینرلی ازبکستان به خصوص سلیتر و کربامید از طریق خاک قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. صالحوف بیش از 15 سال است که به دهقانی مشغول است و 4 سال اخیر در بازار اساسا نوری‌های مینرلی ازبکستان را خریداری میکند. قبلا او و کشاورزان دیگر محصولات مینرلی ساخت روسیه را از بازار خریداری میکردند و حالا که نوع روسیه آن پیدا نمی شود به محصولات ازبکستان رو آوردند. این هم صحبت ما میگد یک خلطه سلیتر را 120-125 سومانی و یک خلطه کربامید را از 145 تا 150 سومانی خریداری میکند. قادرشاه صالحوف از آن اظهار تأسف میکند که این محصولات ها مستقیما از ازبکستان به تاجیکستان نمیگذرد و با باوری او اگر این محصولات ها مستقیما از ازبکستان وارد تاجیکستان میشد در بازار نرخ آن به مراتب ارزان تر بود. کارشناسان میگن تاجیکستان حالا از همه بیشتر به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد و با این راه میتواند وابستگی خود از روسیه را کاهش دهد. حاجی محمد عمرов کارشناس مسائل اقتصادی میگوید از ازبکستان به تاجیکستان دوباره واردات محصولات نفتی و برق در زمستان به راه مانده شود. جناب عمرов روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت ازبکستان به تاجیکستان مصرف کردن گاز و در زمستان از تاجیکستان به ازبکستان به طریق دادن قوه الکتریکی و در تابستان تاجیکستان اجازه دهند که ما الان قوه الکتریکی برزادی که در قسم نارنج استحصال میشه میاد به ازبکستان اکسپورت کنیم و تاجیکستان میتواند که به ازبکستان به مقدار خیلی زیاد محصولات ساختمانی مثلا سنگ و ریگ و شیبین و دیگه چیزا کنار کنید در ازبکستان همین چیزا چیز است. این کارشناس تاجیک میگوید تا حال مانع‌ها در تجارت دو کشور وجود دارد و بخش اساسی آن را گمرک ایجاد میکند. به اطلاع مقامات تاجیک در تاجیکستان افتتاح نمایندگی افتازواد روان به نقشه گرفته شده است که به استحصال اتومبیل ها شروع خواهد کرد، ولی بیشتر از هر چیز دیگر ساکنان هر دو کشور امید دارند که شرایط رفت آمد شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر بر اساس شرایط سبکتر حقوقی برآمده می شود. فعلا ساکنان این کشورها تنها بر پایه روادید یا ویزا حق دارند وارد قلمرو همدیگر شوند، در حالی که برای بسیار خانواده ها که در حدود کشور همسایه خشتبار دارند سبکتر شدن شرایط رفت آمد مسئله کلیدی می باشد.